امید است که جور و صحتمند باشه یا ورس بزرگوار. قربان شم مرد بزرگ. ما کوتاه یک سوال میکنم، وقت شما رو نمیگیرم. اگر جوان صدای مرا دوری یا بله بله بله. برای من شخصا خو یا ورس بروی پرچم سیرنگ افغانستان میم. پرچم سیرنگ افغانستان بدون شک پرچم مردم ملت افغانستان است. به این باورمند است. اگر ما بیام اونمو پرچم قابل قبول باشه، احترام کنم بر از او پرچم، مشکل ما در کجا هست؟ آیا ما تاجک گفته میشم، افغان گفته میشم؟ چون امروز ما یک ویدیو را گذاشته بودم، پرچم سیرنگ افغانستان در پشت سرم بود. من نوشته کرده بودم که پرچم ها مربوط بر قوم و تبار کسی نمی شود. پرچم مردم افغانستان است و او یک توته پارچه تکه است. هر کس میتونه او را دایدارش باشه. اکثریت وطندار آمدن که مرا گفتن تو افغان هستی و فلان هستی، توهین کردن، مهندس تاثیر صاحب، ما آوردن. میخوایم فقط یک کوتاه در رابطه با تاریخچه بیرق بر خود معلومات بدیم اگه اجازه باشه. بفرم. امی پرچم که پرچم میگن، پرچم مردمی بر اساس رفراندوم به بار میاره، چیزی که بتونن ویژگی های مشخص فرهنگی مردم عزیزی سرزمین بر نمایش بگیره. پرچم در 1298 برای اولین بار در داخل امی پرچم سعی کنی یک عدد نوشته از 1298 اولین مؤلفه مشخص انگلیسی در این زمان امضا میشه توسط آقای امان الله خان. پرچم در قرن 21 بیشتر از 21 22 23 مرتبه چنج میشه. ما بس نداریم که ما روی پرچم کسی یک نزاکت منفی داشته باشیم. هر کس پرچم داره ما قابل احترام است برای ما. اما ما در کنار از اون ما هم پرچم ملی داریم. پرچم ملی دولت استاد شهید و همچنان قهرمان ملی پرچمی داریم که مشخص قابل احترام بر ما هم است. اگر او پرچم مردم افغانستان است، این هم پرچم مردم افغانستان است. ما دید اشتباه در قبال پرچم کسی نداریم، ما دید غلطی در قبال پرچم کس نداریم. های کاش با مثل خودت وار جوان سربلند تاجیک امروز به خاطر برادری و عدالت اجتماعی و یکسان بودن، با وجود از اینکه 18500 جوان سربلند برادرکای نهایت عزیز ما که مادرایش امروز در فراق اولادایش چشمایش نابینا شده در زندانهای طالب پوسیده شدن، های کاش مثل خودت وار جوانای سربلند پشتون هم استاد شدن. بیرق سه رنگ پرچمی که عزت و سربلندی یک مردم هم نشان میده، پوز و روس بایی به خاک شقاندن، ایران در سر شانه های خودشان بگیرن و افتخارانه پیش برن. ما از خودت بابت از اینکه خودت یک دید آرمانی داری، در دید آرمانی خودت یک آدم متفاوت هستی، یک جوان سربلند و سرزمین هستی که به خاطر آرامش و برادری و برابری و سرزمین کار میکنی. اما در قسمتی پرچم سوزن های بسیار مختلف وجود داره. مثلا ایده پرچم آلمانی است، مثلا دیدگاه های مشخصی پرچم انگلیسی است، مثلا رفراندومی که به بار بیاید باید در قبال پرچم مسئولیت بگیرن اصلا به وجود نامده. یک مقدار مردم ناراحت و نارام کرده. دو مثلا ما روی یک اساس مشخص قانون چیز را به نام ملی شکل میدیم. مثلا ملی چیز را میگیم که مردمی باشه، خودت هم در او سهم داشته باشی، ما هم سهم داشته باشیم، خودت هم رو انتخاب بکنیم، ما هم انتخاب بکنیم، میشه ملی. اما از شکل ملی بیرون شده. تعداد زیادی از مردم جسته و گریخته امروز در دامنهای خودشان هیچ وقت بر اینمی دیدگاه مشخص پرچم باورمند نیستند. یعنی دید به ناراحت دارن. قانون اساسی وجود نداره. می لحظه ما مطابق قوانین اساسی در حرکت بودیم. قانون اساسی حکم میکرد بیرق یا پرچم رسمی سرزمین جعل مرکب به نام افغانستان دارای سه رنگ است که نی رنگ است، سی رنگ است، سی رنگ است و تمام ایده ها و باورها و منبر و مسجد و ساختارش تشریح میکرد. امروز بر علاوه از اینکه قانون وجود نداره، ما تمام این ساختار متاسفانه از دست دادیم. بله ما در صورت زیر پرچم استاد شدیم، رفاقت کردیم، برادری کردیم، برابری کردیم، با هم بودیم. بزرگان ما رفتن روی این مسئله مهر تایید گذاشتن تا ما یک سرزمین آزاد و آباد داشته باشیم، ما یک سرزمین داشته باشیم که در اون برادری به اوجش برسه، ما یک سرزمین داشته باشیم که ظرفیت ها در اینجا شایسته سالاری به وجود بلند برن. ما این توقع را نداشتیم که باز بزرگان سیاسی ما بناوین مختلف عزو سیاسی صورت بگیره، در جاهای مختلف قتل شوند، ترور شوند، انتحار شوند، انفجار شوند و یا هم در غذایشان زهر برشان داده شود و به نوین مختلف اینا از دیدگاه مشخص تاجیک هست شوند تا سرپوش مشخص دیگ تاجیک پس بکنن، به سرپوش بسازن، نه توکش بدن. ولی اگر ما روی دیدگاه آرمانی بودیم در اون قسمت ما قبول داشتیم، پذیرفتیم که زیر پرچم کار کردیم، پذیرفتیم که زیر پرچم شهید دادیم، پذیرفتیم زیر پرچم که بزرگانمان استفاده کردن. اما امروز تمام اینمی باور مردم، تمام احساسات مردم، تمام دیدگاه مردم، تمام زحمت کشی های مردم
تمام فداکاریایی که مردم سربلندی سرزمین داشتن متاسفانه اینا به باد فنا دادن. اصلا اعتبار خودشان در قبال این پرچم از دست دادن. بنابراین وقتی یک ساختار ما بررسی میکنیم که در پی تمام ناهنجاری های این سرزمین متاسفانه دست یک ساختار شیونیسم قومی حرکت گرفته شده، پس این پرچم هم برمیگرده بر همون تفکرات سیاسی شیونیسم قومی. مردم سربلندی که در این سرزمین زندگی میکنن معنا و مفهوم پرچم هنوز تا جایی که نیاز دارن و باید بفهمن نمیفهمن، احساسی هستند. در نگاه احساسی، در دیدگاه احساسی من خودت درک میکنم، خودت یک جوان آرمانی هستی، خودت به خاطر یک ملت کار میکنی، خودت به خاطر مردمت کار میکنی، خودت به خاطر برادرها و عزیزایی که تاجیکا یک دل بسیار رحم دارن، عیار هستند، این مرد هستند، عیار هستند، دلشان پاک است، سچه هستند، صاف هستند. ما همیشه برادری کردیم، ما همیشه دوستی کردیم، ما همیشه دست دراز کردیم، ما همیشه احترام کردیم، ما همیشه بر تمام باورها، بر تمام فرهنگها، بر تمام خطوط سرخی که از برادرای پشتون بوده بسیار به شکل انسانی همیشه دست به سینه بودیم، به احترام کردیم، حرمت کردیم و دیدگاه داشتیم. همین توقع ما از دیگاه را هم داریم که اگر امروز یک جوان سربلند پنشیر به نام آقای منگل پرچم ملی در روی خود شکاکی میکنه، یک جوان پشتون هم ما ببینیم که پرچم سیرنگ مشخص این سرزمین بر رویش نقاشی بکنه، استاد شود ما هم بگوییم بیشکش است. این نمیشه که در تمام دوره های تاریخ ما گل بندازیم، آقای منگل دو بخوره، از طرف قومش ناراحت شود، جوانهایش اذیتش بکنه، دوستایش نقدش بکنه، باز یک برادر دیگه در روی ما کت سنگ بزنه و ما هم بگوییم که ما والا پاسدار تمام احساسات در قبال این بیرق هستیم. این بیرق به نوعین مختلف معامله شده. این بیرق یک بیرق مشخص استعماری است که به نوعین مختلف در میانه های تاریخ وقت سیر بکنیم میبینیم که در متون مشخص کتب ها ما پیدا میکنیم که همین موارد یک مورد مشخص استعماری هست. شخصا بر دیدگاه من فعلا به هیچ چیز اهمیت نداره تا زمانی که بر تمام باورهای مشخص خطوط منظم تاجیکانی ما هم احترام صورت نگیره. در صورتی که احترام صورت بگیره، بله ما یک دونه پرچم در پیشانی ما کش میکنیم، یک دونه هم در زیر زناق ما کش میکنیم، چه مشکل داره؟ اصلا مشکل نداریم. مرد بزرگ تشکر یاور صاحب بزرگوار. ما به خاطر از اینکه اکثریت وطندارا آمدن انتقاد کردن، اکثریت وطندارا هم که انتقاد کردن پروفایلشون تصویر شما بزرگوار بود. ما برای از جوانا فقط در ریپلیشن اوشه کردم که بحث ما فقط جبهه مقاومت ملی افغانستان است. امروز سوجی صاحب احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان علمبردار از این پرچم است. در اگر بیم در عمق قضیه داخل شویم بدون شک کسایی که داعیدار پرچم خود میگرفتن و رئیس جمهور بودن، وزیر بودن، وکیل بودن، همه فرار کردن. همین حاجی صاحب احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بود که امروز با افتخار اینمی پرچم سیرنگ افغانستان و پرچم استاد شهید بلند کرده. در حقیقت داعیدار هر دو از این پرچم ما خود ما هستیم و ما واقعا برخلاف از اون نیستیم، تا زمان برخلافش نیستیم که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان موافق با او پرچم باشه. هر زمانی که مخالف او پرچم بود، بله من حیث کسی که حامی جبهه مقاومت ملی افغانستان هستم و او رهبرم از من نمیتوانم برخلاف دیدگاه و نظر از او حرکت کنم. دیدگاه دوستای دیگه هم احترام قائل هستم، بدون شک احترام دارم برای تمام دیدگاه، هر دیدگاهی که دوستا و وطندارا داشته باشن، ولی بحث شخصا خودم که اکثرشون پروفایل عکسشون تصاویر شما بازم برای زو وطندارا میگم، بحث منگل پنجیر بحث جبهه مقاومت ملی افغانستان است، چون من حامی جبهه مقاومت ملی افغانستان هستم. حاجی صاحب احمد مسعود در هر سخنرانیش که ما میبینمش پرچم سیرنگ افغانستان و پرچم استاد شهید در پشت سرش میباشه، سخنرانی میکنه و ما هیچ کدام مشکل با او پرچم ندارم. هر دو پرچم از ماست و ما داعیدار از اینمی پرچم هستم. اینمی امروز اینمی پرچم سیرنگ افغانستان و پرچم استاد شهید جبهه مقاومت ملی افغانستان به افتخار بلند کرده و کسایی که در پای کامنت ها میان مرا میگن افغان نه بزرگوار، ما به افتخار یک تاجک تبار پنجیری هستم ولی بر همه پرچم ها احترام قائل هستم. تشکر. من فقط یک چیز بسیار کوتاه میگم که من هم نزدیک به حمایت میکنم از تمام کارکردهای جناب آقای احمد مسعود و کنارش به عنوان یک برادر کوچک همیشه استوار استاد استیم. یک جوان ما وقت حرکت میکنه دید مشخص در قبال آزادی و صلح و برادری و برابری داره، بدون شک ما هم تمام دیدگاه ها را ایده میگیریم. اما ما دو تا عنوان داریم، ما یکی بحث سیاسی داریم، یکی بحث آرمانی داریم. بحث سیاسی در پلتفرم های مشخص رهبران سیاسی، خردمندان سیاسی، آگاهان سیاسی قابل دید و قابل حرکت است. اما در دیدگاه مردم ها وقتی ما حضور پیدا میکنیم، دید آرمانی مردم یک مقدار متفاوت است.
دید آرمانی مردم یک مقدار متفاوت است. سوژه ها در جاهای مختلف نظر به زمان، نظر به شرایط تحلیل میشه، یعنی تحلیل مشخص از ابزار مشخص، اونا بر مبنای اصول های مشخص راهکاری خودشان استوار هستند. اما دید ما در پلتفرم هایی که ما زندگی میکنیم، در ساختارهایی که ما زندگی میکنیم، در سوژه هایی که ما حرکت میکنیم، ما دید به آرمانی هم داریم. یکی دید سیاسی داریم، یکی دید آرمانی داریم. در دید آرمانی اکثرا دوستا ناراحت هستند با می دیدگاه، اکثرا دوستا اذیت هستند با می دیدگاه، اکثرا دوستا قابل پذیرش برشان نیست. ما خودت باز هم میگم شاید به دوستا یک سوی تفاهم پیدا شده باشه. ما به سیاست شما سیاست و می آقای بزرگوار که آوردن یک کد برشماندن، ما بزرگوار رو میگم به خاطر حفظ حرمت انسانی، یک آدم آوردن به نام کد ملا چطورکایی. اونم آدم یک مکتوب نوشته میکنه در بدخشان میچله. سیاست متفاوت بازی میکنن. ما هم دوست داریم رنگ سیاست به نوعین مختلف بازی بکنیم. دوست داریم آقای منگل امروز در یک سیاست مختلف باشه، دوست داریم ما در یک سیاست مختلف باشیم، دوست داریم یک جوان دیگه در یک سیاست مختلف باشه، دوست داریم یک عزیز دیگه ما در یک سیاست مختلف خودش داشته باشه. من خود درک میکنم و از جمعی از جوانها، جمعی از عزیزا، جمعی از هواداران جنبش صلح آزادی، جمعی از رفیقای کنار ما هستن، بسیار عاجزانه خواهش میکنیم که ما در بعضی از مسائل باید مسیرهای مشخص سیاسی بعضی از حرکات درک بکنیم و بفهمیم، هوشیارتر، مقبولتر، جامعتر، کاملتر، فصیحتر صحبت بکنیم، قوی باشیم، پیش بریم. بخیر مرد بزرگ. فکر ریاور صاحب گرامی، یک جان سپاس از خودت. با امید پیروزی، موفقیت هرچه بیشتر شما. قربان خدا دوستا عزیزای ما رو خدا سلام تقدیم بکنید. آزار علیک. خدا قربان